درود همراهان عزیز. اگه میخوایم با نشانه اوکی آشنا بشید تو این کلیپ با من همراه باشید. عصب مدین که در ناحیه ساحل قرار داره یه شاخه عصبی ازش جدا میشه به نام انتریور اینترآسیوس نرو که 3 تا عضله مهم رو در این ناحیه عصب دهی میکنه. عضلاتی همچون فلکسور دیجیتروم پروفاندوس، فلکسور پالسیس لانگوس و پرونیتور کوادریتوس رو عصب دهی میکنه. ضعف و آسیب این عصب میتونه به ضعف این عضلات بیانجامه که حالا با EMG و تست‌های مخصوص میشه اینو تشخیص داد. فردی که دچار آسیب عصب انتریور اینترآسیوس نرو شده رو میشه از طریق این تست تشخیص داد که مثبت هست یا خیر. ببینید دوستان، یه تستی هست به نام تست اوکی ساین، یعنی فرد نرمال میتونه این حالت یک انگشت شست و اشاره رو به هم دیگه برسونه و حالت گیری داشته و شکل اوکی رو داشته باشه، ولی فردی که این عصبش آسیب دیده پد انگشتان به هم میچسبه و حالت گیری رو نمیتونه ایجاد کنه و اگه به این حالت شد تست اوکی مثبت هستش. حالا این آسیبی که ایجاد شده رو با روش‌های مثل دارو درمانی و دیگر مدالیت‌های درمانی میشه التهابش کاهش داد و یا از بین برد و در مرحله توانبخشی برای تقویت عضلات تضعیف شده‌ای که اشاره کردیم میتونیم از تکنیک‌های ماساژ استفاده کنیم. تکنیک‌های زیادی هست ولی یکی از بهترین تکنیک‌های ماساژ پسیو اسیستیو تکنیک و اکتیو اسیستیو تکنیک هست. و اما تکنیک‌های ماساژ برای تقویت عضلات تضعیف شده‌ای که در فردی که اوکی ساینش مثبت شده که گفتیم عضلاتی مثل خم کننده عمقی انگشتان، خم کننده بلند انگشت شست و عضله درون گرداننده مربع. خب ابتدا تکنیک های پسیو اسیستیو تکنیک رو اجرا میکنیم. خب دوستان، در این ناحیه ما میتونیم شستمون رو بذاریم بر روی عضله خم کننده دراز انگشت شست و انگشت فرد رو با فشاری که میدیم همزمان خم کنیم و یا فلکشن انجام بدیم و یه ذره بیایم پایین تر تا به تاندونش هم برسیم. میتونیم بریم بالا این فشار رو با پاشنه هم استفاده بکنیم، ولی خب شست مسلط‌تره و نرمال‌تره. همچنین عضله خم کننده عمقی انگشتان که در این ناحیه قرار داره میتونیم از انگشتان دیگه کمک بگیریم و فلکشن به انگشتان بدیم، همزمان فشار بدیم. همچنین شست رو بذاریم و فلکشن به انگشتان بدیم. خب باید فشار رو متناسب با تحمل فرد باشه. به این صورت اینو میتونیم در 3 ست 15 تایی هر کدوم رو اجرا کنیم. بر روی عضله مربع درون گرداننده مربع در ناحیه مچ قرار گرفته هم میتونیم شست رو بذاریم و عمل پرونیشن رو انجام بدیم و عضله ریلیز میشه و تقویت میشه. این به صورت پسیو بوده. حالا تکنیک‌های اکتیوش رو از خود فرد میخوام که کمک کنه به عمل فلکشن انجام بده. راندی جان، شستتو خم کن با فشار شست من. بله، همزمان با فشار خم کن. بله، که بعد 2 شست استفاده کنیم. بله، حالا این عضله فقط انگشتان رو خم کنید، شست باشه. خب با فشار من انگشتان باز کنید، فلکشن اکستنشن، فلکشن اکستنشن، فلکشن اکستنشن، فلکشن اکستنشن و عضله درون گرداننده مربع پرونیشن انجام بدید. مثلا داخل بچرخونید، سعی کنید بچرخون داخل به این صورت. بله، عمل پرونیشن. بله، کار سخت میشه، درسته؟ خب اینا رو میتونید خودت انجام بدی. دستگیرت رو بذار
برای همین عضله پرونیتور کوادریکیوس. بله یا بالا بر روی عضله خم کننده دراز انگشتش هست، بر روی بطن عضله و کاندون هاش این سمت. بله عضله خم کننده فقط انگشتان رو خم کنید، خم کننده عمومی انگشتان. سعی کنید مچ خیلی خم نکنید، هرچند که خب در عمل فلکشن مچ هم اینا نقش دارن. در 3 ست 15 تایی میتونید اینا رو انجام بدید. خب این رو که الان اجرا میکنه به صورت سلف ماساژ هستش که میتونید به فرد هم آموزش کنید، خودش هم اجرا بکنید.